از تو جاده میرم. وای یارم داره تو جاده میاد. وای خدا چه حساسه حاجی. باید چیز کنم من اینو برم. باید ببرم اینو با فورد فوکس. یو ابوالفضل بکس چطوری بچه‌ها؟ من صدرای خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از فورزا هورایزون 5 که میخوایم دوباره بریم بتل رویال. من نمیدونستم شما انقدر بتل رویال دوست دارین. مثلا راستش بخواید من خودم دوست دارم ولی فکر نمی‌کردم شما دوست داشته باشین. بنابراین اومدیم یه بار دیگه بزنیم با اینکه همین دو تا ویدیو قبل بتل رویال فورزا ولی دوباره اومدیم همین کارو بکنیم فقط به خاطر اینکه شما دوست دارین و کلی هم تمرین کردم ببینم تو این ویدیو بتونیم ویکتوری رویال رو بگیریم یا نه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. بدون وتلیت. خب بچه‌ها نتیجه تمرینات و تحقیقات من نشون میده که اینجا که اونجایی که مثلا فستیوال خود بازی خیلی بیشتر ماشین لوتش هست. نمیدونم چرا ولی میخوام ببینم مثلا این ابتدای کار میتونم صاف برم یه لوت ماشین شکار کنم یا نه. تا داره شروع میشم بگم که این ویدیو قراره خیلی طولانی باشه و مچای زیادی رو قراره توش بریم و اینکه شانس ویکتوری گرفتن داخل این ویدیو قراره خیلی بیشتر باشه. پس حتما تا آخر ببینین جلو هم نزنین و بریم ببینیم که لوت ماشین اینور اونور هست برامون یا نه. خب این جلو که نیستش این عقب اونم بریم نگاه کنیم. یه دود بنفش طوری باید باشه که لوتای ماشین اونجا هست ولی خب اینجا نیستش و زای شدیم جلوی چه شما. معمولا بود ولی نمیدونم چرا الان نیست و زای شدم و برام خودم بگردم دنبال یه لوت ماشین درست و حسابی. 6.5 hours later. تا چش کار میکنه زمین میبینی ولی لوت ماشین نیست. اوه یه ماشین داره میاد دنبالم که پارم کنه. وای یه ماشین داره میاد پارم کنه. وای جون بچت نکن. این که داره میاد دنبال من حتما لول ماشینش بالایی که داره میاد. وای بچه‌ها میخوام فوش ندم ولی من پاره شد. هی داره بوق میزنه اصلاح میکنه. نمیخوام مسابقه بدم با تو. بچه‌ها کشون منو تو مسابقه. چه جوری خب فقط با امید اینکه این بخوره برو سریعتر مسابقه رو تموم کن آجی. برو سریعتر تموم کن من مچ بعدی رو استارت کنم. محمود 72-26 ریدم دهنت باشه. فقط با امید اینکه بزنه به جایی در مسابقه میدم وگرنه هیچ چیز خاصی نیست. بیا رسید. بیا الان خیلی هنر کردی. آره فکر می‌کنی خیلی افتخار می‌کنی. الان افتخار کن به خودت دیگه. افتخار کن محمود 72-26 دهنت و سرویس. این دفعه کجا رو دراپ بزنم؟ این دفعه بازم همینجا رو دراپ میزنم نمیدونم چرا. خب اسپان شدیم لوت ماشین. برو بریم. جون بچه یه لوت ماشین به من نشان بده. بابا چقدر ماشین این ور اونور هست. خود ماشینای رقیب اون هست ولی یه دونه ماشین نیستش لوتش بزنیم. ای دهنت تو سرویس. پشت سریمون هم میخواد بیاد مسابقه بده. با همین یه ماشین هم لول فول اکس خدا مسابقه بدیم. برو بریم. اوکی پشت سرمونه. دهنت تو سرویس. یارو افتاد جلو. داداش چیکار میکنی؟ یه مسابقه بدیم. چرا همونجا وایساد یارو؟ جهنم بابا بیا بریم. خودم مسیر رو ادامه میدم. 4 کیلومتر اونورتر انداخت. یارو لفت داد. جهنم بهتر داداش ماشین تو ما هدیه بده. ماشینت که نه یه ماشین بالاتر. برو بریم. این ماشین تو رالی خوبه. بابا تا چش کار میکنه درندشته ولی لوت نیست. چرا؟ من یه دونه لوت ماشین دارم اون جلو میبینم. یارو اگه نگیرتش گرفتش. بیا پدر سگ گرفتش. یه لوت پشت سرشه. اون اگه از 2 بیشتر باشه میگیرمش. بابا یارو نگیره. یا گرفتش یارو. لول 5 بود 6 بود نمیدونم. یا علی بابا من دوباره باجی مدن بدشانسی میارم. یه پژو خار مادر منو کشون تو مسابقه. نمیدونم چرا دارن بقیه منو میکشونن تو مسابقه. من کسی بودم که همیشه بقیه رو میکشوندم. بیا نها کن داره با لول 5 مثل اسب داره میتازه برا من. بیا ماشین من 4 بیشتر نداره داره میمیره. بیا مرد از همین الان. بیا فقط بخور به درخت آقای عزیز. ای وای داشه دوبار دیگه گیر بکن. من ماشین پورشه تو رو بدزدم. ان شاءالله تصادف کنی. به حق علی ان شاءالله که تصادف کنی. نه نگو که من بردم. بچه‌ها این اومد از کنار خط پایان رد شد ولی نگرفتش. باور نمیشه بردم. نوب سگ بازیمون در برد و من بردم ولی من حقم بود که ببرم چون دومین دستم هست. دارم ریکوردم میکنم و تایم داره میره. برم یکم پوز بچه‌ها رو بزنم با این ماشین لول 5. یه دونه لوت ماشین اینجاست. این نگاه بهش بندازم ببینم لول بالاتر 5 هست یا نه. مثل اینکه نیست. یه لوت ماشین دیگه هم اینوره. ماشین لول 7 گرفتم. جی تی نمیدونم چی بود اصلا اسمشو نخوندم. AMG مرسدس AMG. داداش تمومه کاره. داداش تمومی. اوه یا ابوالفضل. نه بیا دوست باشیم با هم. وای شورولت کامرو. وای دهنتو سرویس. وای خدا لعنتت کنه. از توی جاده میرم. وای یارم داره تو جاده میاد. وای خدا چه حساسه چقدر
خیلی حساسه، این خیلی حساسه، این خیلی حساسه، این خیلی حساسه، این خیلی حساسه، حساسه، این حساسه، این حساسه. من بردم من جلوتر بودم بردم. وای پسر چه خبره؟ ایشون شورلت کامرو برمی دارم. کاش اون یکی رو برمی داشتم. اون یکی فکر کنم ماشین آفرودی بود، اونو ور نداشتم. وای کامرو به درد نمیخوره، چون این کامرو خیلی الان با این AMG که الان گرفتم سرعتش فرق نمیکنه با اینکه یه لول بالاتره. واسه همین کاش اون یکی رو برمی داشتم. حالا البته شاید اون یکی هم بدتر بوده باشه، حالا نمیدونم، ولی برو بریم که شورلت کامرو گرفتیم. با این یارو باید مسابقه بدم. با این یارو من نمیدونم مثلا لولش چنده و چی کار است. من باید با این مسابقه بدم که میدونم ماشینش به اندازه ماشین من خفن نیست هر چی باشه. داشت نه اشتباه کردم. آزادی مد شدم، جیگردار شدم، من دستان دنده وال خفت کردن که فشار دست رو حفظ نکنی پس کردنه. بر ما حالا همه جیگردار شدن، بر ما همه پیشنهاد پرپر تو المینیت میدن، بر ما حذف میکنن حالا ما رو. بچه 8م شدیم. بچه تا داره مچ بعدی پیدا میکنه بهتون میگم که یکم هم عادلانه نیستش. مثلا وقتی شما بدید درخواست مسابقه میدی ممکنه روی یکی اینوری باشه روی یکی اینوری و مسیر مسابقه رو بندازه سمت یه نفر. خب این الان خب رسما به شانس خیلی قسمت زیادیش. برو بریم که مچ بعدی شروع کنیم. کاردراپ بازم نداریم، بازم لوت ماشین نداریم این طرفا. چرا بابا تو چرا منو میکشونی تو مسابقه آخه؟ وای به انداخت اون بر. خب من اینو معلومه میبازم. خب گوریل خو یارو اون بر انداخت. نه اعصابم از این بی‌عدالتی داره خورد میشه ها. من دارم مسیر خودم میرم، تو که لول تو من یکیه گوه میخوری به من درخواست میدی. خب برو لوت ماشین، به جای این کارا برو لوت کن، ماشین پیدا کن. ببین اینقدر فاصلمون زیاد شده حتی اگه به درخت چیزی هم بخوره بازم نمیرسم بشه چی. اینقدر اوضاع خرابه دارم میخندم به ریش خودم. عالی داره پیش میره بچه. از 41 تا راننده 37م شدیم. عالی ترین رتبه تاریخ بشر. بچه نمیم شده ولی این دفعه میخوام اینجا رو بزنم ببینم چی میاره برام. مثلا اینجا رو یکم دورتر از این فستیوال است. چشای تیزبینو باز کنم. لوت ماشین این دور و اطراف هیچ جا نیست. چرا؟ تو این ویدیو من رو فاز بدشانسی ام بچه. تنها جایی که تو این ویدیو شانس آوردم همون ماشین لول 7 مرسدس AMG GT بود که گیرم اومد یه دونه لوت ماشین مشاهده شد. یه دونه لوت ماشین مشاهده کردم، 2 تا مشاهده کردم راستشو بخوام. ببینم ماشینش چیه، لول چند. لول 2 ولکس واگن. اوکی گلف. ماشین بچه یکم خفن‌تر شد ولی هنوز اصلا به درد نمیخوره. بعد برم اون یکی لوت ماشینم اگه باشه البته. داداش بیا اومد. فولکسه میتونم لول ازم پایین‌تر میتونم کشکش کنم. کشک چیه؟ سوسک. بیا سوسک شو. خب مقصد کجا باشه مهمه. یکم سمت منه ولی داره جونم بالا میاد، جون ماشینم داره بالا میاد. البته آجی این من که برام سخته اونو برم بالا. اون یارو فولکسم پدرش در میاد تا بتونه اونو بره بالا. کاش یارو لفت بده. من تا بخوام برسم اون بالا کلی وقت تلف شده. رسیدیم به زون آخر و دیگه وقت ندارم ماشین رو ارتقا بدم. یا علی رد و برق زده چی؟ برق نره یه وسط ریکورد ها. برو بریم بالا. اینجا دیگه بعد بریم بالا. بچه‌ها رسید دندم دستیه ها. من کلاً با فورزا با دنده دستی بازی می‌کنم. گفتم حواستون باشه من تو پارت قبلی من تا دنده دستی بوده. جلو رو نمی‌بینم. کلاً میونه هم با دنده اتوماتیک ندارم. چه تو واقعیت چه تو بازی. بیرونم داره خیلی رعد و برق میزنه. باش لفت بده دیگه. لفت بده. داداش لفت بده. جون بچه‌ت لفت بده. اصلا از رو مپ حذف شدی داداش دیگه. تو مینی مپ من نیستی. وای اینجا رو دیگه نمیره بچه‌ها. اینجا رو واقعا داره جون میکنه. واقعا نمیره بچه‌ها. خیلی هم شیبش زیاده بچه‌ها. تو واقعیت ولکس واگن نمیتونه اینو بره بالا. این مدلش دیگه چیزی نمونده. دیگه داریم میرسیم و رسیدیم. کاش که نمیرسیم. دروغ دیدیم. خوش بودیم. سوار لاک پشت خوش بودیم. یا اول یه برده شینه دیگه. یا علی یا راجی کمپ کرده اینجا منتظره که وای نه من نباید ببازم. فرار کن. فقط فرار میکنم از دستت. فقط دست یارو فرار میکنم. نه داش مسابقه نده با من. نه میرم پایین. اینو فقط میرم پایین. من حالیم نیست. میرم پایین. یارو بوقش هم سوت بود بهم برخورد دیگه. بحث و حیثیتی کرد. یارو چپ کرده بود. ماشینش چیز شده بود. ماشینش رو ریسپان کرد. کلی ازش وقت تلف شده. حاجی باید چیز کنم. من اینو برم. باید ببرم اینو با فورد فوکس.
یا بلفت پرواز درون بتل رویال فورزا. یه دنده عقب سوسکی. برو بریم سرپاینی و حواسم باشه چپ نکنم، به درخت نخورم، چپ نکنم، به درخت نخورم، چپ نکنم، به درخت نخورم. نمیخواد سخت کار کنی. همیشه میگن سخت کار کردن لازم نیستش، اسمارت کار کردن لازمه. یا ابوالفضل، یا ابوالفضل. یه دنده عقب. دوباره ادامه میدیم. یه مسیر صاف. از اینجا به بعدش معلومه که کی راننده از کی نیست. داداش خب نرو بابا. خب حاجی من چرا شانس ندارم بابا؟ ریدم تو این زندگی. او یا خدا چقدر رعد و برق میزنه. چی شده حاجی؟ بیرون برو گم شو. بچه آخرین دست رو میریم استارت کنیم. ریدم تو این زندگی. واقعا عصبانی شدم تو این ویدیو. بابا خب نکن. خب ابله تو اصلا. من داشتم گوش تلفن حرف میزدم. میزنم میبرمه تا یاد بگیری با هم لول خودت کل اندازی. البته معمولا میگم با هم قد و قواره خودتون کل بندازین، با بزرگتر از خودتون کل اندازین. ولی خب اینجا بتل رویال فورزا، اینجا به بزرگترت هم کل بندازی ممکنه ببریش. بنابراین همیشه وقتی ماشینت کوچیک‌تر از حریفته بهش درخواست مسابقه بدی. الان من میزنم میبرمه تا یاد بگیری به هم قد و قواره خودت درخواست مسابقه ندی. یارو لفت داد. یارو اصلا لفت داد، اصلا نذاشت من کاری بکنم. لفت داد و همین الان میریم که یه دونه ماشین لول بالا. ریدم دهنت که این پژو رو من دادی که وای. نه یارو نه یا داداش نه یا. به خدا نمیدونی من چقدر تمرین کردم. این پژو اصلا از این فولکسن بدتره. یه دونه اینو نمیره بالا. برو دیگه. یه دونه رو تو ماشین اون جلوه. جون بچه‌تون رو ور ندارین. جون بچه‌تون دارم بهتون میگم. به خدا که از این پژو کوفتی بهتره این لول 2. ناکن چقدر قشنگ میره این پورشه. لول بندی این بازی مشکل داره حاجی. یعنی بدترین ویدیو بتل رویال فورزا 40 دقیقه است نشستم دارم ریکورد میکنم. بیا یارو داره میاد حاجی. یارو داره میاد ریکوست بده. نکن نه یا حاجی نکن. به خدا قاطی میکنم. نکن بابا بابا نکن. به خدا بابا نه یا. جون بچت التماس میکنم داداش نه یا. خدا لعنتت کنه داداش. خدا لعنتت کنه داداش من. برادر نه یا. برادر ایول. یارو موند. فقط فرار کن. ماشین رو از رو پل بردار. این ماشین رو بعد رو پل برام بردارم. هر چی هست برو برش دار. هر چی هست. من فقط میرم اسپم میزنم کلیک میکنم برداره. ای بابا همین ماشینی که دارم حاجی به مرگ محکومم. به خدا چرا من اینقدر حقیرم حاجی؟ چرا اینقدر بدشانسم؟ من به خدا آفریکورد بهترین حالت ممکن بازی میکنم. شانس نداریم. 2 تا لوت ماشین اون جلوه. حالا دوباره لول 2 بده. یه دونه دیگه اونجا رو پل هستش. نگاه کنین لولو. نگاه لول 5 افتادم پایین حاجی. جون بچت افتادم پایین. وای برو بالا. اینو باید بگیری. اینو بگیر. دارم دست و پا میزنم سمت ماشین. برو درسته. این خیلی خوبه حاجی ماشینش. بیا حالا کل بنداز داداش. حالا بیا کل بنداز. حالا بیا. از اینجایی که نمیشه رد شد. از اینجا میشه رد شد یا بعد از دورش بری؟ نمیشه رد شد. بعد از دورش بری. من از این ور میرم. از این ور میرم. یارو اسکول داره دور میزنه. رودخونه رو بردم حاجی. بردم. اگه به درخت چیز نخورم 100% بردم. یارو احمق رفت دور بزنه دور رودخونه رو. شانس آوردم حاجی منو اینوری انداخت بازی. اصلا یارو لفت داد. تمام شد. بریم یه لول بالاتر. من حس میکنم این ماشین که الان دستمونه خوبه ولی لول 6 رو برو بردار. چون آفرودی باحاله. اینم آفرودی باحاله. برو درسته. ولی داداش بیا با تو مسابقه بدم یا ندم؟ نه نمیدم. با تو نمیدم. صداشو در نیاری. داداش وایسا. من با تو باید مسابقه بدم. بیا تو دانس. وایسا بیارمش تو دانس. یارو بیا. تو حقیری ضعیفی. بعد بیا با من مسابقه بدی. تو نمیتونی بری اونجا ببینی لوت چی داره. بعد بیا اینجا با من مسابقه بدی. نه اونو نگیر. لعنت بهت. اشکال نداره. بیا تو دانس داداش. بیا تو دانس که برات کمپ کردم. برای من ولوو برمی‌داری داداش. فرار نکن بابا. بیا اینجا بینی. با سرنوشتش روبرو شدی بالاخره. فورد فوکس اشتباه گفتم. ولوو نبود. اینوری انداخت. مسابقه شروع شده و باید بریم به سمت مسیر درست. لول 6یم. هیچی نمیگم تمرکز. اینجا البته بیابون طوری هیچ درختی نیست ولی سنگ هست. سنگ تا دلت بخواد هست. صخره هم همینطور. اون جلو هم هست همچنان. اینوری میرم.
اوکی برو بریم جلومون صخره چیزی نباشه. نه و تمام شد. فکر کنم لفت داد یارو یا لفت نداده و خودمون با دست خودمون یه برد و نصیب خودمون میکنیم. یا ابوالفضل بچه چی داره منفجر میشه باور کن. وای نه رومون ور بود حاجی، من رومون ور بود. ماشین چی انداخت؟ نه خوب انداخته بد ننداخته. آفروده جیپ انداخته. داش بیا تو دانس. نه یا لول 10 یارو بدبخت شدم بچه‌ها. به سمت منم ننداخت تا بچه‌ها ریدی. وای یارو لول 10 ماشینش حاجی. داداش نرو دیگه داداش نرو. اینا بردن نداره داداش اینا. نرو داداش نرو بذار منم بیام. نرو نکبت. وای 5م شدم. 5م خیلی خوبه حاجی. یا با این رعد و برق زیاد ویدیو رو تموم میکنیم. شو خوش.